آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی. آیینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی بس باهر است. زیر آن باطن یکی بطن دگر، خیره گردد اندرو فکر و نظر. عرض سلام و ادب و احترام خدمت معلمان گرانقدر، آموزگاران محترم دوره ابتدایی. در این برنامه که با پرورش مهارت‌های تفکر و تدبر در قرآن کریم موضوع برنامه هست، به اتفاق استاد گرانقدر جناب آقای دژبخش خدمت شما همکاران گرانقدر هستیم. استاد سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. روز شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت آموزگاران محترم. انشالله که این دقایقی که در خدمتتون هستیم مفید باشه و همه استفاده بکنیم انشالله. استاد گرانقدر، همونطور که استحضار دارید ما در دوره ابتدایی 6 پایه تحصیلیمون کتاب آموزش قرآن رو داریم که معلمان عزیز، معلمان پایه تدریس دارن. در خصوص پرورش مهارت تفکر و تدبر همیشه این جای سوال بوده که بالاخره خواندن ما، حفظ کردن ما، روخانی‌های ما، اینها باید به چه چیزی ختم بشود. ما خدمت شما هستیم، از بیانات شما استفاده میکنیم، توصیه شما بهره میگیریم و دوست داریم که انشاءالله به شکل عملیاتی و علاوه بر اینکه مبانی رو شما محبت میکنید بیان میکنید، خیلی مصداقی که معلمان گرانقدر چگونه این مهارت رو در حقیقت بتونن به دانش آموزا بیاموزن. در خدمت شما هست. سلامت باشین. خیلی ممنون. در مواجهه با قرآن یک موضوعی که خیلی مهم هست و باید بهش توجه بشه، دیدگاه ما نسبت به خود قرآن و کتاب خداست. یعنی خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم که وقتی با قرآن روبرو میشیم با چه حقیقتی، با چه موجودی مواجه هستیم. من یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم برای اینکه این مطلب رو خدمت آموزگاران محترم توضیح داده باشم. استفاده میکنم. سلامت باشید. ببینید، خداوند وقتی انسان رو خلقت کرده، از خلقت انسان هدف مشخصی طبیعتاً وجود داشت. انسان قرار هستش که در دنیا در یک دوره‌ای یک روندی رو طی کنه، به یک رشد و یک کمالی برسه و در واقع بتونه وارد زندگی حقیقی خودش بشه. این یک دوره زندگی موقت برای شروع یک زندگی حقیقی هست. انسان در دنیا یک مأموریت مشخصی داره. یعنی همونطور که فرض بفرمایید یک جنین در رحم مادرش باید یک دوره‌ای رو طی کنه تا به یک کمالی برسه، انسان هم در دنیا باید یک فرایندی رو طی بکنه تا به یک کمالی برسه. تفاوتش این هستش که انسان در دنیا اختیار داره و در واقع قدرت انتخاب داره. برای اینکه اون کمالی که مد نظر هست که انسان بهش برسه خیلی اوج داره و خیلی بالاست، انسان باید با انتخاب خودش این مسیر رو طی کنه. ولی مسیر مشخصیه و باید انسان گام به گام توی اون مسیر پیش بره. خداوند که انسان رو تو دنیا قرار داده و این مسیر رو براش مشخص کرده که به اختیار خودشون رو انتخاب کنه و طی بکنه، در واقع این مسیر رو به انسان نشون داده و معرفی کرده. از ابتدای خلقت انبیا بودن که راه رو به انسان‌ها نشون بدن و از طرف خدا برای انسان‌ها پیام داشته باشن که انسان‌ها بدونن این مسیر رو چطور طی کنن. این روند ادامه داشته. انسان کم کم رشد کرده، به بلوغ رسیده تا دوره آخرالزمان. دوره آخرالزمان منظورم از نبی خاتم به این طرف هست، از رسول اکرم صلوات الله علیه به این طرف. به دوره‌ای رسیدیم که انسان به یک بلوغی رسیده که میتونسته دستورالعمل زندگی خودش رو به طور کامل دریافت کنه. این دستورالعمل در قالب قرآن در اختیار انسان قرار گرفت. پس ما وقتی با قرآن مواجه میشیم، تقدس قرآن و در واقع
اون احساس معنوی که ما به قرآن داریم اون کاملا سر جای خودشه، ولی باید بدونیم که اصلاً و اصولاً قرآن دستورالعمل و برنامه زندگی ماست. اینو ما گفتیم، همیشه شنیدیم، ولی اینکه باورمون باشه و در زندگی به صورت عملی اینجوری به قرآن مراجعه کنیم یه خود از این نظر عقب هستیم. باید حواسمون به این موضوع جمع باشه که قرآن کتاب خداست، کلام خداست. خداوند در قرآن با انسان صحبت کرده، با انسان سخن گفته. ما وقتی با قرآن مواجه میشیم پای صحبت خدا نشستیم و خدایی که خالق انسان هست و مسیر زندگی انسان رو تعیین کرده در قرآن راه زندگی رو به انسان نشون داده. راه زندگی هم اینطوری نیستش که مثلا مثل یک دایره المعارفی نکته مثلا گفته باشه حالا این نکته شما برید صفحه‌شو باز کنید، مثلا یه دایره المعارف گفته که در مورد این موضوع این کارو بکنید. نه، چون انسان قرار هست رشد بکنه، کلام خدا انسان رو رشد میده، هم مسیر زندگی رو براش ترسیم میکنه، هم موقعیت رشد رو براش فراهم میکنه. ما این نگاه رو باید اولا به قرآن داشته باشیم و بدونیم قرآن کلام خداست و برنامه زندگی ما و برنامه رشد ماست. این نکته اول. احساس نیاز کنیم به این برنامه. وقتی اینطور در واقع احساس بکنیم، خب احساس نیاز طبیعتاً به وجود میاد. خیلی مهمه. ما میدونید اگر یک استاد خیلی بزرگوار و گرانقدری در کنار ما نشسته باشه و ما نشناسیم اون استاد رو، هر چقدر هم که آدم مؤدبی باشیم، میزان بهره‌ای که از اون استاد میبریم خیلی محدوده، چون نمیدونیم که اون چه سطحی از علم داره. دقیقاً. ولی وقتی ما بشناسیم که اینی که کنار دست ما نشسته چه شخصیتیه، برنامه‌ریزی می‌کنیم متناسب با شناختی که ازش داریم ازش بهره کافی ببریم. احسنت. لازم هست که در ارتباط با قرآن ما بدونیم که با چه حقیقتی مواجهیم. در واقع همه آنچه که ما در زندگیمون برای سعادت در دنیا و آخرت بهش نیاز داریم در قرآن هست. اگر این نگاه راجع به قرآن داشته باشیم در مواجهه با قرآن، خب بهره بیشتری ازش میبریم. دقیقاً. خب به خاطر این ویژگی که قرآن داره، کاری که ما باید در نسبت با قرآن بکنیم تفکر و تدبره. حالا تفکر و تدبر یعنی چی؟ تدبر در واقع یک فعلی از انسانه یا یک قوه‌ای در انسانه که توجه میکنه به عاقبت امور، به پشت مسائل، به اون طرف حقایق، به باطنها توجه میکنه. حالا باطن ممکنه آینده باشه، ممکنه مثلا در واقع عمق مفهوم یک چیزی باشه. قوه تدبر انسان رو عاقبت نگر میکنه، عاقبت گرا میکنه. انسانی که تدبر در وجودش شکوفا شده، انسانیه که وقتی زندگی میکنه و عمل میکنه فقط امروزش رو نمیبینه، فقط فرداش رو نمیبینه. زندگیش بر اساس اهداف بلند مدته. انبیای الهی، مثلا یک شخصیت والا مقامی مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، اینا زندگیشون با برنامه‌های چند هزار ساله بوده. یعنی مثلا حضرت ابراهیم زندگی که کردن امروز حج و در واقع این منسک توحیدی رو برای ما به جا گذاشته که برنامه‌ریزیشو از اون روز حضرت ابراهیم کرده بوده. دقیقاً. انسان‌های بزرگ این قوه تدبر در وجودشون شکوفا شده. خب بعد انشالله به برکت قرآن ما هم قوه تدبر در وجودمون شکوفا بشه. انشالله. تفکر هم از در واقع مراحل این تدبر هست، چون انسان برای اینکه بتونه تدبر بکنه و اون برنامه بلند رو داشته باشه، خب باید مسائل رو خوب نسبت بهشون شناخت پیدا بکنه. تفکر قوه‌ای هست که به انسان کمک میکنه با رجوع به حقایق شناخت درستی از مسائل پیدا کنه. حالا باید ببینیم که این تفکر و تدبر در قرآن باید به چه صورتی اتفاق بیفته. با یک بیان خیلی ساده، البته که تفکر و تدبر مستحضر هستین، شاید آموزگاران عزیزمون هم بدونن که روش‌های خیلی مفصل و متقنی داره. بله. یعنی میشه در یک برنامه آموزشی مفصل افراد برن و روش‌های تدبر در قرآن رو یاد بگیرن. از دوره‌های مقدماتی تا دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی برنامه داره. من دارم در حد یک در واقع معرفی خیلی ساده و کوتاه در واقع تدبر در قرآن رو اجمالاً معرفی میکنم. تدبر در قرآن وقتی میخوایم انجام بدیم، باید همین چیزی که عرض کردم، نگاهمون به قرآن در واقع منبعی برای رفع نیازهامون باشه.
نیازمون در زندگی برای خودمون مشخص باشه. یعنی من بدونم که من به عنوان یک انسان در زندگی چه نیازهایی دارم، نیازهای حقیقی خودم رو بهش توجه داشته باشم. چون همه نیازهای انسان که نیازهای مادی نیست. ما گاهی وقتا بعضی از چیزهایی که ممکنه اذیتمون بکنه مربوط به نیازهای حقیقی مونه که بهش بی‌توجهی شده. نیازهای خودم رو تو زندگی بشناسم، مثلا نیاز به معنویت، مثلا نیاز به دونستن قوانین حقیقی عالم، چون همه قوانین که مثلا شبیه قوانین فیزیک نیست. مثلا قوانینی هم هستن از این جنس که اصطلاحاً میگن از هر دست بدی از همون دست میگیری. خب این یه قانون، واقعا یه قانونه که تو عالم جاریه و امثال این قانون زیاد هست. ما واقعا تو زندگی برای اینکه زندگی موفقی داشته باشیم یکی از نیازهامونه که قوانین حقیقی زندگی رو بدونیم تا زندگی موفق باشیم. عرض کردم به معنویت و به ارتباط با غیب و ملکوت هم نیاز داریم و نیازهای معنوی مفصلی داریم. باید نیازهامون رو بشناسیم، دید نسبت به نیازهامون داشته باشیم. بر اساس نیازهامون قرآن رو هم رافع نیاز بدونیم و به قرآن مراجعه بکنیم. تدبر در قرآن در یک نگاه خیلی ساده و اجمالی اینطوریه که من وقتی کتاب خدا رو باز میکنم و میخونم حسم این باشه که الان این کتاب چگونه پاسخگوی نیازهای منه، یا به یه بیان دیگه ببینم که وقتی کتاب قرآن رو باز میکنم بگم که خدای بزرگ، تو که این آیات رو به واسطه پیامبر بزرگوارت نازل کردی و در اختیار من قرار دادی، من رو لایق دونستی که مخاطب کلام تو باشم، الان در این آیات از من چی میخوای؟ میخوای من چی کار کنم؟ آدم این نگاه رو داشته باشه به قرآن. فکر نکنه که فقط باید این آیات روحانی بشن و عبور بشه. خدا داره با ما صحبت میکنه و ما لازمه بفهمیم که خدا که داره با ما صحبت میکنه منظورش چیه و از ما چی میخواد. خود داشتن این نگاه در واقع منجر به تدبر در قرآن میشه. بعد وقتی ما این نگاه رو داشته باشیم این مسیر ادامه پیدا میکنه. میبینیم که خب ممکنه متوجه نشیم، تلاش بیشتری میکنیم، طبیعتاً به ترجمه مراجعه میکنیم، بعد باز به تفسیر مراجعه میکنیم. این روند ادامه پیدا میکنه. مهم اون نگاهه. نگاهی که من وقتی به قرآن مراجعه میکنم بگم خدایا از من چه میخواهی؟ این آیات را نازل کردی، من را لایق دانسته ای، مخاطب کلام خودت قرار دادی تا من چه کار بکنم. وقتی آدم این نگاه رو داشته باشه یک نکته کوچیک هم اگر از یک سوره آیه متوجه بشه اونو عمل میکنه و این میشه تدبر در قرآن. یه مثال کوچیک بزنم. مثلا ما سوره مبارکه فلق که باهاش مواجه میشیم، سوره مبارکه فلق دو تا سوره پایانی قرآن، سوره های فلق و ناس هستن که به معوذتین معروفن. سوره هایی که با بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ شروع میشن، یعنی بگو پناه میبرم. سوره هایی که راجع به پناه بردن به خدا هستن از آنچه شر که ممکنه متوجه انسان بشه. دقیقاً. ما سوره مبارکه فلق رو که میخونیم و ترجمه‌ش هم که نگاه میکنیم ممکنه بعضی از مفاهیم برامون روشن و مفهوم نباشه در نگاه اول. اگر در واقع مطالعات قرآنی خاصی نداشته باشیم، اولین بار داریم مراجعه میکنیم، خدا هم میفهم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده دم. ممکنه برامون خیلی مفهوم نباشه که چرا پروردگار سپیده دم، چرا قل اعوذ بالله نیست، قل اعوذ مثلا به رب خالی نیست، چرا قل اعوذ برب الفلق. اشکال نداره. خب اینو متوجه نشدیم، تو دارم اولین بار که با سوره مواجه میشیم. خب متوجه نشدیم. بعد میفرماید که من شر ما خلق، از شر آنچه که خدا خلق کرد در واقع به او پناه برم. خب شر آنچه خدا خلق کرد یعنی همه آنچه که خدا خلق کرده شر داره. یعنی بازم ممکنه این برام بالاخره شر میفهمم که شری وجود داره، اینم متوجه میشم. بعد و من شر غاسق اذا وقب که تو ترجمه گفته از شر تاریکی هنگامی که مثلا وارد شود. تاریکی که وارد شود هم ممکنه تو نگاه اول متوجه نشم یعنی چون میدونید فقط بحث ترجمه که نیست، من میخوام ببینم کاربردش تو زندگیم چیه. دقیقاً. اینم الان خیلی متوجه نشدم، یعنی میخوام یک نگاه حداقلی رو عرض کنم. بعد و من شر نفاسات فی العقد و از شر دمندگان در گره ها. دمندگان در گره ها هم تو بعضی ترجمه ها گفتن یعنی جادوگران، کسایی که اینم خیلی دوزاریم نمیفته که یعنی اینا چی میتونه باشه و کی. بعد میفهمن که و من شر حاسد اذا حسد، از شر حسود هنگامی که حسودی میکنه. این برام یه خود مفهوم تره. به هر حال میفهم که حسود شر داره، این ملموس تره. حسود شر داره. الان من اجمالاً که سوره فلق رو خوندم فهمیدم که یه سری
شروری وجود داره، یه سری شرهای متوجه من. حتی مفهوم شر هم در نگاه اول نمیدونم چیه، میدونم شر یعنی بدی، همینقدر اجمالی میدونم. یه سری بدیایی هست که من باید از اون بدی‌ها به خدا پناه ببرم. کلا نفهمیدم زیاد چی بود. یکی از این بدی‌ها حسد بود. فهمیدم حسد یه چیزیه که انقدر خطرناکه که آدم باید به خدا پناه ببره. خب من باید اولا مواظب باشم که دیگران به من حسد نداشته باشن. بعد حسد وقتی شریه که باید به خدا پناه برد، خب منم نباید حسد داشته باشم. الان من اجمالاً سوره فلق که خوندم فهمیدم باید از حسد به خدا پناه ببرم. اگر من تدبر در قرآن کرده باشم، از این به بعد به احترام سوره مبارکه فلق که قرائتش کردم و توش تدبر کردم، حواسمو نسبت به حسادت‌های خودم حداقل جمع میکنم. این نوع نگاه به قرآن و این جور مواجه شدن با قرآن که ببینم خدای چه میخواهی و هر چه من فهمیدم به اون عمل میکنم، این تدبر در قرآنه. اتفاقی که میفته اینه که در گام بعد من وقتی عمل میکنم و حسد خودم رو سعی میکنم مدیریت کنم، چیزایی برام پیش میاد و دریافت میکنم که دفعه‌های بعد که سوره فلق رو بخونم بیشتر سوره فلق رو میفهمم. به جز این که به تفاسیر و ترجمه ها مراجعه میکنم، خود این عمل کردنه باعث فهم بیشتر سوره میشه. درود بر شما، ممنونیم. ان شاءالله در قسمت‌های بعدی بیشتر میپردازیم به بحث مصادیق و کاربردها. خیلی ممنونم استاد، تشکر میکنیم. در خدمت شما هستیم.